نظم. به احترام الله خبردار. خیلی خوب. میخوام چند نفر رو بیارم اینجا قرآن بخونه. AMG بیاد. خانم ما نخوندیم. بیا بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. قولون چی بود؟ بقیه‌اشو بلد نیستم. برو سر صف. نمیخواد. برو با تو. چرا انقدر خنگی خوندی احمد؟ آخه فقط قول و والهاشو بلدم. عیب نداره. خب چالنج خیلی چیزی هستی. قبول داری؟ چی باشه برپا. چیزی میدونم. برپا برجا. خب میخوان درس یاد بدن. درس درباره علوم مشاهده یعنی مشاهده کردن. به نظرم خانمی نمیشینه. کلنجی پاشه ببینم مشاهده کردن چی بود. خودم میگه باید چیزی خودم ما توضیح دادی. حالا AMG تو پاشه ببینم. تو که اینقدر میخندی به اون، حالا خودت بگو ببینم مشاهده چیه. خانم یعنی سیتاب خوردن. 303 تو پاشو بگو. خانم غلط کردم. خانم ببخشید. بودو بیا اینجا. خانم میگم یعنی چی؟ یعنی کلزن منو اذیت میکنه. بیا اینجا. بیا واسیدون گوشه. خود چیکار میکنه؟ چه درستون نخوندید؟ خانم مامان ما به ما غلط کردم. آنو ببر.